از امروز در روسیه برای شهروندان خارجی نظام اخراج آغاز می شود. این نظام نسبت شهروندان خارجی یا شخصان به شهروندی که در روسیه هستند اما برای در آنجا بودن اساسهای قانونی ندارند تطبیق می شود. شهروندانی که برای در روسیه بودن اساس ندارند از کشور خارج کرده می شوند. پیش از اخراج از روسیه نسبت آنها چاره‌های محدود کننده اندیشیده می شود. برای اجرا کردن این نظام و به حسابگیری شهروندان خارجی که در روسیه قرار دارند و برای استقامت اساسهای قانونی ندارند فهرست شخصان نظارت شونده جاری کرده می شود. معلومات به فهرست شخصان نظارت شونده در حالت‌های زیرین وارد کرده می شود. در حالت گذشتن مهلت استقامت موقتی یا مهلت استقامت در اساس RVP و VNG، عبور غیرقانونی سرحد دولتی روسیه، بکار کردن روادید RVP VNG، رد کردن مقام گریزه، پناهندگی موقتی، جزای مأموری در شکل اخراج مأموری بیرون از حدود روسیه، قرار درباره کم کردن مهلت بودباش موقتی، دپورتاسیا، ریادمیسیا، نامطلوب بودن بودباش در روسیه، اجازت نداشتن برای ورود به روسیه یا محدودیت سفر به بیرون از حدود روسیه، قرار درباره قطع شهروندی روسیه در صورت نبودن اساسهای قانونی برای در روسیه بودن، عیبدار اعتراف شدن شهروند خارجی در صادر نمودن جنایت. فهرست شخصان نظارت شونده در سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه جایگیر کرده می شود و از 5 مارس برای استفاده عمومی دسترس خواهد بود. فهرست معلومات زیرین از جمله نام مناسب شهروند خارجی، سنه تولد، رقم حجت تصدیق کننده شخصیت را در بر میگیرد. از امروز سرحدبانان روسیه می توانند به مراجعت به یگان مقامات دیگر شهروند خارجی را اخراج کنند اگر او به امنیت روسیه تهدید کند. قبلا وزارت مهنت تاجیکستان فهرستی را نشر کرده بود که نام 120,000 شهروند تاجیکستان در آن بود. شرط‌های ایلاوگی بودباش شهروندان خارجی در روسیه. از امروز 5 فوریه برای استقامت شهروندان خارجی در روسیه شرط‌های ایلاوگی جاری کرده می شود. شهروندان خارجی در دوره بودباش در قلمرو روسیه عهدهداران از فعالیت‌هایی که به منفعت‌های روسیه ضرر می‌رسانند خودداری کنند، کنستیتوسیای روسیه و قانونگذاری روسیه را رعایت کنند، از جمله با محیط زیست، ذخیره‌های طبیعی، ارزش‌های مادی و فرهنگی احتیاطکار باشند، به گوناگونی طرز حیات منطقوی و فرهنگی خلق‌های روسیه احترام گذارند، با تطبیق حقوق و آزادی‌های شهروندان روسیه فعالیت مقامات حاکمیت جمعیتی روسیه و شخصان منصبدار آنها مانع نشوند، به سیاست دولتی خارجی و داخلی روسیه از جمله به قبول، تغییر، بکار کردن قانون‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی روانه شدن دخالت نکنند، از مبلغ گذاری و دیگر مساعدت به فعالیت‌هایی که شرط‌های در بالا ذکر شده را ویران می‌کنند و جلب شخصان دیگر به آنها خودداری نمایند.